بریم فسنجون اصل گیلان درست کنیم که یه وجب روغن روش باشه، به شرطی که نکاتی که میگم رو کاملا رعایت کنید. گردو رو آسیاب کنید که پوره و خمیری باشه، اصلا دونه درشت نباشه. داخل قابلمه بریزید به همراه پیاز درشت رنده شده، زردچوبه، ربع انار ترش و ربع گوجه. روی حرارت تفتش بدین، مواظب باشه که نسوزه. ربع گوجه برای اینه که روغن فسنجون رو خوش رنگ میکنه، هیچ تأثیری تو طعمش نداره، میتونید حذفش کنید ولی گیلانی ها میریزن. کم کم آب اضافه کنید، به یک باره آب نریزین، اجازه بدین که گردو باز بشه. تنگاب بگیرید چون بعداً قراره یخ و مرغ ریخته بشه، اونم آب میندازه. عزیزان با سابسکرایب و فالو کردن کانال خودتون رو حمایت بکنید و آموزش‌های دیگه‌مون هم دنبال کنید. یخ اضافه میکنیم که باعث شوک دادن و به روغن افتادن فسنجون میشه. مرغم به هر تعداد و هر قسمتی از مرغ باشه اضافه کنید از همون اول و نگران وارفتن مرغ نباشین. اگه زیاد به همش نزنین، به حال خودش بذارین جا بیفته. نمک اضافه میکنین، درش رو میذارین. بعد از اینکه یخ آب شد میبینین که به این صورت آب انداخته. درش رو میذارین رو حرارت ملایم که کاملا جا بیفته. بعد از چند ساعت، بعد از نیم ساعت ببینین کم کم داره به روغن میفته. این خورشتمون بعد از 2 ساعته که روغن افتاده و این هم بعد از 4 ساعت پخته که حسابی روغن روش اومده. گلپر به دلخواه میریزین. نیم ساعت دیگه اجازه میدین تا مزه به خورد خورشت بره. روی شعله پخشون اگه از اون اول بذارین خیلی بهتره، چون با حرارت ملایم هم گردو میپزه هم خوب به روغن میفته و جا میفته. این هم خورشت جا افتادمونه که آخر پختشه که قبل از اینکه سروش کنین روغن رو ازش جدا بکنین. وقتی خورشت رو تو ظرف کشیدین روغن رو روش بریزین، چون وقتی که توی قابلمه به هم میزنین روغن محو میشه تو خورشت، دیگه روی خورشت نمیاد. اینم از خورشت فسنجون اصل گیلان و خوشمزمون. نوش جان، حتما امتحانش کنید.